سلام، مروارید خیرخواه هستم، مدرس دوره محصولات آرایشی ارگانیک. موادی که نیاز داریم برای ساخت رژ لب مایع، موم پرک، نگهدارنده یا PHD، رنگ معدنی، روغن کرچک، ویتامین E، اسانس توت فرنگی من انتخاب کردم و پوکه‌ای که می‌خوایم داخلش بریزیم مواد رو. توی این فرمول مقدار موم پرکمون خیلی کمتر از رژ لب جامده. 0.4 گرم که تقریباً 10-12 عدد میشه. یکم زیاد شد. PHD 0.5 گرم، و روغن کرچک که اینجا 2 مرحله استفاده می‌کنیم، یه بار برای رنگ و یه بار برای فاز روغنی. 4 گرم استفاده می‌کنیم برای فاز روغنی. این ترکیب رو میذاریم روی حرارت بنماری تا کامل آب بشه. تا فاز روغنیمون آب بشه ما رنگمون رو درست میکنیم. دو گرم رنگ رژ لب، در این مرحله روغن کرچکمون رو ما کم کم اضافه میکنیم. مقدارش مهم نیست، فقط در حدی که حالت خمیری پیدا کنه و خیلی شل نشه. خب. تو چند مرحله این کار رو انجام میدیم تا کامل مخلوط بشه. کمی دیگه نیاز داره. ببینید اصلا شل نشده، در حدی که فقط کامل حل بشه. اجازه میدیم این بشر هم یکم روی حرارت بمونه تا اون یکی بشر کامل حل بشه. خب کامل حل شده. در این مرحله دوتا رو با هم مخلوط میکنیم و اجازه میدیم هر دوشون با هم 10 دقیقه روی دما بمونه و هر از گاهی هم میزنیم. خب در این مرحله که دیگه نیازی به حرارت نداره ما 5 قطره اسانس اضافه میکنیم و 5 قطره ویتامین E. کامل مخلوطش میکنیم. یکم که از حرارت افتاد، نه خیلی سرد باشه نه خیلی داغ، داخل پوکه میریزیم. یه نکته که باید بهش توجه کنید اینه که شما باید 2/3 پوکه رو پر کنید، چون اگر لب به لب پر کنی وقتی که در پوشش رو میذارین ماده بیرون میزنه و اون درش جدا میشه. شما باید نهایتا تا این قسمت رو پر کنید. به این صورت در پوشش رو میذاریم. ببینید وقتی که درش رو بستم اومد بالا مواد. اگر بخواید لب به لب پر کنید خیلی زیاد میشه. خب این از رژ لب مایع، میتونید رنگ‌های مختلفی ازش درست کنید. فقط به این نکته هم توجه کنید که نباید مقدار روغنش بیش از حد باشه، چون اینطوری روی لب پخش میشه.